با درود رسیدیم به بخش سوم، فیلسوفان مکتب رواقی روم. مکتب رواقی رومی، عنوان متن از اینجا آغاز میشه. مهمترین رواقیان رومی و آن دسته از رواقیانی که به باور من امروزه بیشترین بهره را میتوان از آنان برد عبارتند از سنکا، موسونیوس، روفوس، اپیکتیتوس و مارکوس اورلیوس. خدماتی که هر یک از آنان به مکتب رواقی کرده‌اند تا حد مکمل هم بوده است. سنکا بهترین نویسنده این گروه بود و مقالات و نامه‌هایش به لوسیلوس پیش‌درآمد خوبی است برای آشنایی با مکتب رواقی رومی. موسونیوس به اصالت عملش مشهور است. پنده‌های بسیاری دارد برای کسانی که با آموزه‌های رواقی عمل می‌کنند، از جمله این که چه باید خورد، چه باید پوشید، چگونه باید با پدر و مادر رفتار کرد و حتی چگونه باید رفتار جنسی را کنترل و هدایت کرد. تخصص اپیکتیتوس تحلیل بود. توضیح می‌داد که در میان گزینه‌های بسیار چرا عمل با آموزه‌های مکتب رواقی می‌تواند آرامش را برایمان به ارمغان بیاورد. سرانجام در تأملات مارکوس که مانند دفترچه خاطرات روزانه نگاشته شده است، با اندیشه‌های یک از عاملان به آموزه‌های رواقی آشنا می‌شویم. در این کتاب شاهد جستجوی راه‌حل‌های رواقی برای مسائل زندگی روزمره و نیز مسائل هستیم که او در مقام امپراتور روم با آنها مواجه می‌شد. لوسیوس آنائیوس سنکا که به سنکای کهین هم مشهور است، بین سالهای 4 تا 1 قبل از میلاد در قرطبه اسپانیا به دنیا آمد. هرچند آثاری که از او در اختیار داریم از دیگر رواقیان بیشتر است، اما او به لحاظ نگارش پرکارترین آنان نبود. خوریسیپوس بسیار پرکار بود، اما آثارش باقی نمانده است. سنکا آثار متفاوت و دست اول هم نداشت. با وجود این نوشته های رواقی او بسیار جالب توجهند. مقالات و نامه هایش آکنده از بینش های به اوضاع احوال آدمی است. در این متون سنکا معمولا درباره مسائل سخن میگوید که موجب ناراحتی افراد میشوند، مانند غم و غصه، خشم، پیری و نگرانی های اجتماعی. نیز درباره امور سخن میگوید که نه فقط زندگی را تحمل پذیر که لذت بخش هم میکند. سنکا مانند دیگر رواقیانی که بعداً درباره آنان سخن خواهیم گفت، با خویشتن‌داری و صبر زندگی را تحمل نمی‌کرد، بلکه فعالانه در آن مشارکت می‌جست. او مانند دیگر رواقیان فرد پیچیده بود. در واقع سنکا حتی اگر هرگز کلمه هم درباره فلسفه نمی‌نوشت، به 3 دلیل باز آثارش تاریخی می‌شدند. نخست این که او را به عنوان نمایشنامه‌نویس موفق می‌شناسند، دیگر آن که به سبب فعالیت‌های مهم مالیش معروف بود. ظاهراً سنکا را باید نمونه باستانی از بانکداران امروزی به شمار آورد، کسی که با واسطه هوش اقتصادی بسیار ثروتمند شد و سرانجام این که به جهت نقشی که در سیاست روم سده نخست میلادی ایفا می‌کرد شهرت یافت. او علاوه بر این که سیاستمدار بود، معلم و سپس مشاور بزرگ نیرون امپراتور شد. حضور سنکا در دربار امپراتوری برایش گران تمام شد. هنگامی کلادیوس به فرمانروایی رسید، سنکا را آنطور که شایع شده بود به علت زنا با برادرزاده کلادیوس یولیا لیویا به مرگ محکوم کرد. سپس این حکم به تبعید او از روم و مصادره همه دارایی‌هایش تغییر کرد و بدینسان سنکا در سال 41 میلادی که دهه 40 زندگیش را سپری می‌کرد به جزیره صخره‌های خشک و خشن جایی که کورسیکا مینامیمش فرستاده شد. سنکا در تبعید بعد مطالعه و نگارش می‌پرداخت، جزیره را بررسی می‌کرد و احتمالاً به عمل بر وفق آموزه‌های مکتب رواقیش اهتمام می‌ورزید. در سال 49 میلادی آگریپنا با کلادیوس ازدواج کرد و از او خواست سنکا را از تبعید برگرداند. چه می‌توانست به عنوان معلم پسرش نیرون که در آن موقع 12 سال بیش نداشت انجام وظیفه کند. چنین بود که سنکا بعد از 8 سال تبعید بر اون بازگشت. سنکا باز در جامعه رومی جای گرفت و چنان که گفتند پرآوازه ترین شهروند زمانه خود، بزرگترین نویسنده نظم و نثریان روزگار، بزرگترین نام در ادبیات از دوران طلایی در ابتدای قرن تا آن موقع و محبوب ملکه متکبر شد. سنکا بیش از هر کسی دیگر مبهود موفقیتش در زندگی بود. از خودش میپرسید این منم که در خانه شوالیه ساده و دیهاتی زاده شدم و کنون از نامداران این قلمرو به شمار میآیم. هنگامی که نیرون و پادشاهی رسید، سنکا به مقام مشاور ارتقا یافت. در حقیقت او و سکسیستوس افرانیوس بوروس رئیس گارد افسری وارد حلقه متنفذین نیرون شدند. در آغاز سنکا و بوروس وظیفه خود را در کنترل و مهار تمایلات لاقیدانه
ولی گام گسیخته نرون به خوبی انجام میدادند تا آنجا که امپراتور طی 5 سال از حکومت درست بر روم لذت برد. سنکا هم در این دوره رشد مالی فراوانی کرد. او به نحوی باور نکردنی ثروتمند شد. همین ثروت باعث شد که او را به ریا و درویی متهم و شایع کنند که او در حال از خویشتنداری رواقی دم میزنند که خود در وفور نعمت زندگی میگذرانند. خوانندگان لازم است این نکته را به خاطر داشته باشند که مکتب رواقی برخلاف مکتب کلبی پیروان خود را منظم به زندگی ظاهرانه نمی کند. برعکس رواقیان بر این باورند که هیچ اشکالی در بهره‌مندی از لذات زندگی وجود ندارد، البته تا زمانی که مراقب شیوه رفتارمان در این خصوص باشیم. به ویژه که باید آمادگی آن را داشته باشیم که اگر اوضاع تغییر کرد بی آنکه دچار تأسف و پریشانی شویم آن چیزهای خوب را فرو بگذاریم. نرون بعد از مرگ آگروپینا در سال 59 میلادی که خود او را به قتل رسانده بود شروع به شکوه و شکایت از نصایح سنکا و بروس کرد. در سال 62 میلادی بروس درگذشت یا از بیماری یا از مسمومیت با زهر. با این اتفاق سنکا فهمید که روزهای خوشی حضورش در دربار به سر آمده است و از این رو تلاش کرد تا به بهانه ناخوشی و پیری خود را سیاست بازنشسته کند. سرانجام نرون با بازنشستگی و این موافقت کرد، اما این بازنشستگی دیر نپایید. مشاورانی که جانشین سنکا شده بودند نرون را متقاعد کردند که سنکا در دسیسه‌ای بر ضد او مشارکت داشته است. نرون در سال 65 میلادی دستور مرگ سنکا را صادر کرد. هنگامی که دوستان سنکا در مراسم اعدامش بر سرنوشت می‌گرفتند وی آنان را ملامت کرد که بر سر مکتب رواقیتان چی آمده. سپس همسرش را در آغوش کشید. رگ‌های بازوانش شکافتند اما به جهت پیری و فرطی خونریزی به آرامی صورت می‌گرفت. رگ‌های پاها و زانوهایش نیز سخت شده بودند. هنوز زنده بود. یک از دوستانش خواست تا زهر بیاورد نوشید اما نمرد. سپس او را به حمام بردند تا اینکه با استنشاق بخارات جان سپرد. سنکا مقاله خود تحت عنوان دربار زندگی شادمان را برای برادر بزرگترش غالیون نگاشته بود. همان غالیونی که در کتاب مقدس از او به سبب امتناعش از محاکمه کردن پولس قدیس در قرنتس یاد شده است. اعمال رسولان 18 تا 12. در این مقاله سنکا بهترین شیوه رسیدن به آرامش را تشریح می‌کند. اصل این است که توانایی خردورزی خود را برای دور کردن همه آن چیزهایی که به کار ببندیم که ما را آشفته و نگران می‌سازند. اگر بتوانیم چنین کنیم پیامد آن آرامش پایدار و آزادی پاینده خواهد بود و لذت بی‌حد و استوار و تغییر ناپذیر را تجربه خواهیم کرد. در حقیقت چون که بعداً خواهیم دید اون مدعی است که هر کسی که اصول رواقی را به کار بندد خواه ناخواه از شادمانی و لذت ژرف که از درونش میجوشد بهره خواهد برد، چرا که او شادمانی را در منابع درونی خود مییابد و لذت بزرگتر از لذات درونی نمیطلبد. به علاوه در مقایسه با چنین لذات تن ناچیز پیش پا افتاده و زودگذر هستند. در جای دیگر سنکا به دوستش لوسیلوس میگوید اگر با آموزه های مکتب رواقی عمل میکند از این روز که مصمم است شیوه حصول احساس لذت و شادمانی را بیاموزد. در ادامه می‌افزاید که یکی از دلایلی که می‌خواهد لوسیلوس نیز عامل با آموزه های مکتب رواقی باشد آن است که نمی‌خواهد هرگز لوسیلوس را محروم شادی و سرزندگی ببیند. آنان که رواقیان را گروه افسرده و غمگین می‌دانستند ممکن است در مواجهه با چنین اظهار نظرهای تعجب کنند، اما این و سخنان دیگر از این دست روشن می‌سازد که عبارت شادمانی رواقی جمع ازداد نیست. گایوس موسینوس روفوس که در حدود سال 30 میلادی زاده شده بود در میان 4 رواقی رومی بزرگ کمترین شهرت را داراست. به واسطه پایگاه خانوادگی می توانست در سیاست پیشرفت فراوانی کند. با وجود این اقدام به تأسیس مدرسه فلسفه کرد. از آنجا که موسینوس هم مانند سقراط زحمت مکتوب کردن اندیشه‌های فلسفیش را به خود نمیداد، درباره او چیز زیادی نمیدانیم. خوشبختانه موسینوس شاگرد داشت به نام لوسیوس که از سخنان استادش جزوه تهیه می‌کرد. و در این جزوات لوسیلوس اغلب با این جمله که او یعنی موسینوس در پاسخ به فلان پرسش چه گفته است آغاز می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد که سخنرانی‌های موسینوس نه تگویی بلکه از همان گفتگوهای دو طرفه سقراطی با شاگردانش بودند. به احتمال زیاد موسینوس از این گفتگوها هم برای هدایت و هم ارزیابی پیشرفت فلسفی شاگردانش سود می‌جست. موسینوس در زمان امپراتوری نرون شهرت و نفوذ فراوانی داشت. او ظاهرا خود را با دشمنان نرون یا افرادی که نرون آنها را دشمن به حساب می آورد متحد می دانست. نرون او را به زندان افکند و بعد تبعیدش کرد. بنابر نظر تاسیتوس دلیل اصلی تبعید موسینوس حسادتی بود که نرون به سبب اشتهارش در مقام فیلسوف به وی می ورزید.
تبعید موسینوس ظالمانه تر از تبعید کسان دیگر بود. در سال 65 میلادی او را به جزیره گیارا یا گیاروس در سکلاد فرستادند، مجموعه جزایر در دریای اژه واقع در جنوب شرقی یونان. این جزیره متروک دلگیر صخره‌ای و تقریبا بی آب بود. استرابو مورخ و جغرافیادان یونانی این جزیره را بی ارزش توصیف کرده و سینکا آن را بدترین تبعیدگاه خوانده است. شگفت که در قرن 20 هم از این جزیره به عنوان محلی برای تبعید استفاده می‌کردند، همان که ژنرال‌های یونانی را به علت مخالفت‌های سیاسیشان در اوایل دهه 1970 میلادی با آنجا تبعید کردند. با این حال موسینوس به جهت تبعید شدنش مایوس و ناامید نشد. او به گیارا و ساکنانش به ویژه ماهیگیران علاقه‌مند شد. خیلی زود چشمه را کشف کرد که آنجا را قابل سکونت‌تر می‌ساخت. رنج تنهایی موسینوس با سرازیر شدن مریدان فلسفی به آنجا کاسته شد. بعد از مرگ نیرون موسینوس به روم بازگشت. خیلی نگذشته بود که امپراتور وسپاسیانوس همه فیلسوفان را از روم اخراج کرد. هرچند به نظر می رسید موسینوس را از این امر معاف کرده باشد، اما بعدها موسینوس هم تبعید شد و در حدود سال 100 میلادی درگذشت. به قول موسینوس ما باید به مطالعه فلسفه بپردازیم. چه در غیر این صورت چگونه میتوانیم به داشتن زندگی نیک امیدوار باشیم؟ به علاوه مطالعه فلسفه باید ما را شخصا و عمیقا تحت تاثیر قرار دهد. در حقیقت هنگامی که فیلسوف سخن میراند باید مخاطبانش را به لرزه درآورد و آنها را خجالت زده کند و با اتمام کلامش به جای که مخاطبان را به تشویق و کف زدن وادارد، آنان را در سکوت فرو برد. به قول اپیکتیتوس ظاهرا موسینوس این توانایی را داشت که شنوندگان خود را به سکوت وادارد، چرا که آنها احساس می‌کردند موسینوس درست همان ویژگی‌هایی را که آنان سعی در کتمانشان دارند مطرح می‌کند. موسینوس همچنین معتقد بود که عمل به فلسفه مستلزم دست کشیدن از جهان نیست، آنچنان که اپیکوریان توصیه می‌کرد، بلکه باید در امور اجتماعی مشارکت جدی داشت. از این رو در این باره می‌اندیشید که شاگردانش چگونه باید در عین چنین مشارکتی آرامش رواقی خود را حفظ کند. موسینوس علاوه بر این که معتقد بود فلسفه باید عملی باشد، بر آن بود که مطالعه فلسفه نیز باید فراگیر شود. در واقع استدلال میکرد که زنان و مردان هر دو توانایی استدلال یکسان را از ایزدان به ودیعت گرفتند. از این رو زنان نیز مانند مردان میتوانند از آموزش و مطالعه فلسفه بهره مند شود. به همین سبب امروزه فمینیست های مدرن موسینوس را تحسین و تمجید میکنند. اپیکتیتوس نامدارترین شاگرد موسینوس بین سالهای 50 تا 60 میلادی زاده شد، در حالی که از ابتدا برده بود. سپس به مالکیت اپافرودیتوس منشی امپراتوری نرون و بعد از آن دومیتیان درآمد. احتمالاً همین امر را در معرض دید درباره امپراتوری قرار داده است. از سوی دیگر به این معناست که اپیکتیتوس برده سفید پوست بوده است. رومی ها بردگان را که آثاری از هوشمندی و ابتکار در خود داشتند ارج می‌نهادند. آنها این برده ها را آموزش می‌دادند و بعد می‌توانستند از استعداد آنها بیشترین بهره را ببرند. آنها بردگانشان را به شغل‌های چون آموزگاری، مشاوره و مدیریت می‌گماشتند. اپیکتیتوس خیلی زود زندگی به فلسفه اشتیاق نشان داد. نقل شده که در جوانی به این سو و آن سو می‌رفت و از مردم درباره سلامت روحشان سوال می‌کرد. اگر او را نادیده می‌گرفتند آنقدر بر پرسش خود اصرار می‌ورزید تا او را تهدید به ضرب شتم می‌کردند. قطعاً چنین رفتاری مبین این است که اپیکتیتوس در آغاز پیش از مکتب رواقی مجذوب مکتب کلبی شده بوده است. چنانکه پیشتر دیدیم کلبی مسلک‌ها آدابی را تبلیغ می‌کرد که رواقیان نمی‌کرد. حتی در فلسفه دوران پختگی اپیکتیتوس شواهد از احترام او به کلبی مسلکان را می‌توان یا خب دوستان عزیزی بود بخش اول فیلسوفان مکتب رواقی. بخش دوم را هم آماده خواهیم کرد و بعداً با شما شریک خواهم ساخت. سپاسگزارم از شما.